رویداد بسیار مهم و عالی. خب دوستان عزیز، این رویداد برای کسانیه که هم توی برنامه FNDK هستن و هم میخوان تازه شروع بکنن. یه فرصت واقعا عالیه. حالا این رویداد چیه؟ این رویداد تبلیغ شارژ مجدده. اینجا میگه شما اگه $180 بریزی توی برنامه، من $60 بهت میدم. اگه $360 بریزی $100 بهت میدم. $560 بریزی $180 و حالا بیشتر و بیشتر این جوایز هم بیشتر و بیشتر میشه. حالا صحبت من با تمام کسانیه که بین $160 تا $1000 سرمایه دارن. ما بیشتر رو در نظر نمیگیریم، همین مقدار رو میگیم، بین $160 سرمایه تا $1000 سرمایه. الان من برای $1000 مثال میزنم که شما کامل متوجه بشی. الان شما $1000 سرمایه داری و میگی آقا من $1000 پول دارم و اینو میخوام سرمایه گذاری بکنم، بیشترش بکنم. خب میای اینجا، میای توی این برنامه و از این رویداد استفاده میکنی. شما وارد این برنامه که بشی، همون اول که وارد بشی و اولین $130 تو که شارژ بکنی، بهت 5 تا توکن FK میده که این بار اگه دقت کنید نوشته هر یک FK معادل $20 و این FK هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. 5 FK بهتون میده که 5 FK رو الان ضرب در 20 بکنیم میشه $100. خب شما $100 اینجا داری و $130 هم واریز کردی و مجموعاً میشه $230 سرمایه شما تا اینجا. خب حالا دوستان عزیز میاد چیکار میکنید؟ حالا میاد شما یه 180 دیگه واریز میکنید توی برنامه، یه $360 دیگه هم واریز میکنید توی برنامه و یه $560 دیگه هم واریز میکنید توی برنامه. از تمامی حد سود این کمپین باید استفاده بکنید که کامل دارم بهتون میگم. وقتی یه $180 یه $360 یه $560 هم واریز بکنید توی برنامه، به ترتیب یه $60 بهتون میده، یه $100 بهتون میده و یه $180 بهتون میده که میشه چقدر؟ $60 بهتون میده به اضافه $100 به اضافه $180 که میشه $340 سود شما از اینجا. حالا وقتی که اینا رو واریز کردید و این پاداشو گرفتید، این پایین گفته برای کسانی که بیشتر از 2 بار شارژ میکنن. حالا شما 3 بار حسابتون رو شارژ کردید و اینجا یعنی این 2 بار نه 3 بار شما پاداش این 2 بار رو میگیرید دوستان عزیز. یعنی پاداش این 2 بار شارژ اینه که شما 3 بار گردونه قرعه کشی بهتون میده به علاوه 5 تا FK. حالا چون شما 3 بار شارژ کردید 4 تا دیگه هم بهتون گردونه شانس میده به علاوه 10 تا دونه FK. یعنی مجموعاً اینجا چه گیرتون میاد؟ اینجا 15 تا FK دیگه هم گیرتون میاد به علاوه 7 تا شانس قرعه کشی. حالا براتون مثال میزنم که کل سود شما توی همین یک ساعت اول با $1000 سرمایه‌تون که استفاده کردید میشه چقدر؟ خب گفتم که همون موقع وقتی شما پول رو واریز میکنید 5 تا توکن FK بهتون میده. 5 تا توکن FK و اینجا هم 5 تا توکن FK بابت 2 بار شارژ میده و 10 تا توکن FK بابت 3 بار شارژ، یعنی 15 تا هم اینجا میگیرید و مجموع FK شما میشه 20 تا FK و 20 تا FK هم که ضرب در الان FK $20 بکنیم میشه $400. شما $400 از این FK ها درآمد داشتید، یعنی سود شما شده. حالا اینجا یه $60 گرفتید به اضافه 60 به اضافه $100 و به اضافه $180 تا اینجا شد چقدر؟ تا اینجا شد $740 سود خودتون بجز اون واریزی‌هایی که انجام دادید. یعنی $740 الان از این کمپین شما سود خالص همون لحظه دریافت کردید. و اینجا به شما بابت 2 و 3 مجموعاً 7 بار شانس قرعه کشی گردونه به شما داده که شما توی کمترین حالت ممکنم توی این گردونه اگه شانستون اینقدر بد باشه که کمترین جوایزش هم برنده بشی، توی کمترین حالت از این 7 بار شانس $300 حداقل سود می‌کنید. شاید مثلا شما از این 7 بار ممکن باشه مثلا یه گوشی برنده بشی، یه یخچال برنده بشی که مثلا همون موقع $600 میتونی اونو تبدیلش بکنی. حالا ما توی کمترین حالت در نظر میگیریم، بگیم مثلا از این 7 تا گردونه شما $300 سود بکنی به اضافه $300 هم از گردونه و مجموعاً شما $1040 سود کردی تا اینجا. یعنی ظرف یک ساعت شما $1000 وارد برنامه کردی و $1040 هم سود کردی، یعنی همون ظرف یک ساعته سرمایه شما شده 2 برابر و این بسیار عالیه برای کسانی که میخوان ازش استفاده بکنن. خب حالا اجازه بدید که من برم و بگم که چه جوری این $2000 که شده سرمایه شما، $1000 داشتید، $1000 هم ظرف یک ساعت گیرتون اومد و شد $2000. حالا یه نفر میگه من این $2000 که سود کردم میخوام بکشم و بسم و دیگه نمیخوام ادامه بدم. اوکی، شما پولتو میکشی و دیگه ادامه نمیدی. حالا یه نفر میخواد این $1000 که واریز کرده رو بیاد 60 روز دیگه هم تو برنامه باشه و بکنتش $7000، یعنی 7 برابر بیشتر. چیکار میکنه این تبلیغات؟ اجازه بدید که من رد بکنم خیلی زود اینا رو ردش بکنم. من میخوام بدون هیچ کات و بدون هیچ ادیتی کامل و شفاف و واضح براتون نشون بدم که چجوری میتونید از این کمپین بسیار سود بکنید. خب اینجا میاد توی قسمت دارایی با توجه به سرعت اینترنتتون و اینجا میاد توی سرمایه‌گذاری استیکینگ کلیک می‌کنیم روی سرمایه‌گذاری استیکینگ. خب اینجا خودش این رویداد میاره، میگه که 7 روزه 10% سود، 30 روزه 80% سود، 45 روزه 100% سود، 60 روزه 110%. ما با این 60 روزه کار داریم که این 60 روزه 110% یه سود بسیار عالی میده. حالا چیکار میکنید؟ اینجا یکم میایید پایین، اینجا نوشته منطقه ویژه 2. منطقه ویژه 2 چقدر عزیزان دارن پیام میدن به من. منطقه ویژه 2 میشه همون 60 روزه. شما روی تعهد اینجا میزنی. حالا شما $2000 شده سرمایه توی این برنامه. اگه بخوای این $2000 بذاری توی این سرمایه‌گذاری 60 روزه، ببین $2000 که بذاری ظرف 2 ماه سرمایه شما میشه $7182، یعنی تقریبا سرمایه شما میشه $7200. یعنی چقدر میشه سرمایه‌تون؟ میشه 7 برابر. شما $1000 داشتی دیگه، $1000 هم همون ظرف ساعت اول سود کردی شد $2000. حالا $2000 رو اگر خواستی بکشی که میکشی، اگه نخواستی و دوباره خواستی سود بکنی میای میذاری توی استیکینگ. 2 ماه پولت اینجا میمونه و بعد از 2 ماه پولت میشه $7200 و 7 برابر شما سود کردی، یعنی 1,400,000,000 میشه سود شما ظرف 2 ماه از این برنامه و ظرف 2 ماه هم سود شما میشه، ظرف یک ساعت هم سود شما میشه 200 میلیون که اگه دوست داشتی میتونی همون لحظه بکشی. این مثال رو براتون زدم برای سرمایه کسی که $1000 داره و میخواد بیاد توی این برنامه. حالا کسی که $500 داره، $800 داره، $200 داره